سلام سوسوگن، خوش اومدین به این ویدیو اومدم براتون دسر درست کنم. این ویدیو های امجی هم نیست باز که چون که یه سری درگیر کارهای بسیار مهمی هست. الان من اومدم براتون دیگه دسر درست کنم. برای ادامه ویدیو لیتس گو. برای درست کردن این دسر بسیار خوشمزه که خودم هم نمیدونم خوشمزه یا نه، خیلی هم جالبه، نیاز به بیسکویت خرد شده داریم و موز و یک دانه شیر 200 میلی که من 200 میلی گرفتم. حالا شما هر چقدر میخواید بگیرید. خب بریم درست کنیم. برای درست کردن این دسر خوشمزه. خب اول باید اینها رو بریزیم، یعنی بیسکویت خرد شده. اول در لیمون رو جفت کنم. چقدر دقیق؟ بقول اون رو انقدر چی نگردم فشار رفتم بخاطر چی دیگه. بسیار عالی. نایزه. بیسکویت ها رو درست کردیم. بریم برای موز ریختن. این چند کجا بره کنار. این از موز. خیلی بسیار چیه؟ کمر درد میگیرم بعد از این ویدیو. اول موز کردم. موز من چی کنم؟ نمی‌ذارم لیمون. لیمون نازک بسیار. خیلی راحت میشه. بسیار واقعا کمر درد گرفت. شده. لیمون خدا به. یه رو کشه. موزا رو ریختیم. آره نوعاتش اینه. صبر تا اول با شیر رو بریزیم. شما زحمتش بکشین. آها شما دیگه نباشین اون دکمه فالو یا لایک و یا کامنت و شیر و اینا همه رو بزنین تا به ما انرژی بدین و ما بتونیم از شما ویدیو بذاریم. بریم برای شیر ریختن. اوف چه حرکتایی پولو میکنم. بریم برای شیر ریختن. امروز من فقط دارم همه جور دارم خراب. دقیقاً خود خب این از دسرمون و دسر رنگ و رنگ خوشگل ما. پس الان بهتون گفتم که لایک و اینا رو فعال کنین. یادتون باشه وسط این شورت ویدیو، اول این شورت ویدیو و آخر این شورت ویدیو حواستون باشه تا این نفر. خب بریم برای تستش. من تست بزنم. بریزه. با شورت تست میزنم چون که ولا چه چیزی شد. اصلا وای تا آخر این ویدیو رو با هم دیگه دیدیم و تا اینجای بعد بدرود.